خب سلام و درود هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. برادران عزیز، صدا سیما اگر درست باشد خواهش میکردیم که می نویستید خوب باشه، انشاءالله که برنامه را شروع میکنیم. خب 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 برادران گرامی قدر، صدا اگر سیما خوب باشد نوشته میکرده انشاءالله که صحبت میکردیم. 25 نفر 30 نفر ما تماشا داره. متاسفانه بیم که یگان نفر یگان چی نمی‌نویسه. خب تشکر برادر عزیز، تشکر. خب اینک چی گفتنیم؟ صدا خوب است. تشکر زیاد برادران عزیز. امروز میخواستیم که صحبت بکنیم با مردم. خواستم ای برلین صحبت بکنم با مردم، ای پیش بوندستاگ. متاسفانه کمی نتونستیم بگیم که میکروفون قطعی عدد چیز دیگه فراموش کردیم که او چیزا را بگیریم بیاییم اینجا برنامه خوب میکردیم. متاسفانه او چیزا فراموش کردیم. همین قشید. اینک میخوایم که با مردم صحبت بکنیم امروز در دنیا چی میگذره. برادران عزیز، ما مردمی مخالف امروز با چی مشغولیم؟ همین باره میخواستیم کمی صحبت بکنیم. کسانی که بیننده ها هستن میتونه که برادران عزیز وارد استودیو بشین، طریقی بگیم لینک هم در زیر نوار گذاشتگی هم در کامنت هم ذکر پیت کردگی بیای فکر نظراتون رو بگین که ما امروز مخالفین در وقت مونه در چی صرف داریم برای مبارزه، برای وطن برگشتن، یا که نمیدونم برای چی وقت صرف داریم. همین سوال است. میخوام که از مردم همین بپرسم که کی چی کار کرده شده است، کی چی میخواه، باید ما چی کار بکنیم، ما مخالفین باید چی کار بکنیم، باید طرفدارای ما باید چی کار بکنن. در همین باره خواهیم صحبت کرد. به طرف نباشید بگیم که ما را دستگیری بکنید. برادر عزیز، دستگیری شما پیشروی ما. همون لایک، همون آبونه، همون نوارا بیار دوستاتون فرستادن، خلاص دیگه یگان چیزی دیگر ما طلب نداریم. خب یک سکوند خواهش میکنیم برادر عزیز، کسانی که با واتساپ هم میخواهید که صحبت بکنیم ما میتونیم که واتساپ هم پیوست بکنیم، یگان مشکلی نیست. خب اینجا من برادر عزیز یک دو چیزا میخوام بمونم. بعد
جهت انجام دادن سفر رسمی وارد شهر مسکو گردیدند. در فرودگاه بین المللی ونوکووا 2 شهر مسکو مهمان عالی قدر را معاون رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرالی فدراسیون روسیه، سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه و دیگر شخصان رسمی گرم و صمیمی استقبال گرفتند. سفر رسمی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در فدراسیون روسیه با گذاشتن گلچنبر در نزد آرامگاه سرباز نامعلوم در باغ الکساندر شهر مسکو آغاز گردید. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی در نزد گلخان ابدی گلچنبر گذاشته با دقیقه خاموشی خاطره قهرمانان را پاس داشتند. در این مراسم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی را نمایندگان والا مقام شورای فدراسیون روسیه همراهی نمودند. در شهر مسکو رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در دایره سفر رسمی در فدراسیون روسیه با رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرالی فدراسیون روسیه محترم والنتینا ماتویینکا ملاقات نمودند. جانب‌ها مذاکرات را در دایره ملاقات خاصه آغاز کرده در صیغه وسیع با اشتراک هیئت‌ها ادامه دادند. در رفت ملاقات دایره وسیع مسئله‌های همکاری دو جانبه و شریکی استراتژی تاجیکستان و روسیه همچنین مسائل مبرم منطقوی و بین المللی مورد بررسی قرار داده شدند. نخست محترم رستم امامعلی با آن جانب برای دعوت جهت انجام دادن سفر رسمی اینچنین مهمان نوازی و پذیرایی اظهار سپاس نمودند. ذکر کرده شد که تاجیکستان بر رشد و توسعه همکاری متقابله بسیار جانبه با روسیه از جمله در بخش‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتاری، علمی و تکنیکی، حربی و تکنیکی و دیگر سمت‌های مورد توجه و اهمیت خاصه می‌دهد. از سطح کنونی مکالمه بین پارلمانتی دو کشور اظهار قناعتمندی کرده شد. جانب‌ها به سطح امروزه مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه که به عنعنه‌های همدیگر فهمی، برابر حقوقی و اعتماد طرفین اساس یافته با تلاش‌های مشترک سران دو دولت محترم امامعلی رحمان و محترم ولادیمیر پوتین پیوسته تحکیم می‌یابد بهای بلند دادند. در رفت واخوری وضع کنونی و دورنمای مناسبت‌های دو کشور در ساحه‌های آینده‌دار تجارتی و اقتصادی، انرژتیک و صنعت مورد بررسی قرار داده شده. در این ضمن فراهم آوردن شرایط‌های مساعد رشد بیشتر همکاری بین منطقه‌های دو کشور مهم دانسته شد. هر دو جانب از سطح همکاری در ساحه فرهنگی و گومانیتاری از جمله رابطه‌های عملی در ساحه‌های معارف، فرهنگ و سیاحی قناعتمندی حاصل نمودند. در رفت صحبت همچنین عاید به مسئله‌های مهاجرت مهنتی و دیگر موضوعهای مورد توجه گفتگوی سودمند صورت گرفت. در ادامه ملاقات تاکید گردید که دو کشور در عرصه بین المللی همکاری فعال دارند. اینچنین در ارتباط با سال بین المللی حفظ پریخ‌ها اعلان گردیدن سال 2025 با نقش کنفرانسی سطحی بلند دوشنبه عاید به پریخ‌ها توجه ظاهر کرده شد. اثنای صحبت اینچنین مسئله‌های امنیت، افزایش خطرهای فراملی و وضع امروزه افغانستان و منطقه مورد توجه خاصه جانب‌ها قرار گرفت. از روی نتیجه ملاقات‌ها جانب‌ها نظر نیکبینانه خویش را از دورنمای همکاری استراتژی دو کشور تاکید کرده اظهار امید نمودند که سفر رسمی محترم رستم امامعلی به فدراسیون روسیه در تاریخ مناسبت‌های حسنه تاجیکستان و روسیه صحیفه تازه باز خواهد نمود. در فرجام محترم رستم امامعلی همتای خود والنتینا ماتویینکا را برای انجام دادن سفر رسمی به تاجیکستان دعوت نمودند. در حوزه ملاقات مذاکرات بین پارلمانتی تاجیکستان و روسیه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی در بینای شورای فدراسیون مجلس فدرالی فدراسیون روسیه از نمایش عکس‌ها که با همکاری‌های بین پارلمانتی تاجیکستان و روسیه بخشیده شده است دیدن نموده در کتاب مهمانان افتخاری سایه دست گذاشتند. در حوزه سفر رسمی در فدراسیون روسیه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با پرزیدنت فدراسیون روسیه محترم ولادیمیر پوتین ملاقات نمودند. در آغاز ملاقات محترم رستم امامعلی پیام گرم و تمنیات صمیمانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را با پرزیدنت فدراسیون روسیه محترم ولادیمیر پوتین رسانیدند. در واخور مجموعه دایره وسیع مسئله‌های همکاری شریکی استراتژی
و همپیمانی تاجیکستان و روسیه بررسی کرده شد. با قناعتمندی ذکر گردید که روابط بین پارلمانتی دو کشور پیوسته به سطح صفتا نو راه اندازی می‌گردد. تمایل مثبت همکاری متقابل دو کشور در بخش‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری و حربی که در نتیجه مکالمه سیاسی منتظم و اعتماد بخش در سطح عالی به دست آمده است تاکید کرده شد. در این رابطه محترم رستم امامعلی بار دیگر نتیجه های باقرار سفر رسمی اخیر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را به روسیه یادآور شده برای دستگیری و توجه در عملی گردیدن دو لایحه مهم اجتماعی در شهر دوشنبه بینای تئاتر دولتی روسی به نام مایاکوفسکی و مرکز کودکان بالایقت سیریوس با پرزیدنت فدراسیون روسیه محترم ولادیمیر پوتین اظهار سپاس نمودند. با ذکر ظرفیت‌های بزرگ استفاده نشده، توسعه فعالیت کمیسیون بین حکومتی عاید به همکاری اقتصادی جهت تقویت دادن رابطه‌های من بعده دو کشور در همه بخش‌های همکاری صلاح دانسته شد. در ادامه صحبت جانب‌ها به مسئله‌های رشد رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری از جمله همکاری فعال در ساحه معارف، آموزش زبان و ترغیب فرهنگ روسی توجه ظاهر نمودند. مسئله های مهاجرت مهنتی و روانه ساختن تلاش ها برای حل جنبه های حل طلب این ساحه از موضوع های دیگر صحبت جانب ها بود. خب دیدین که اینجا درباره مهاجرت هم خیلی صحبت کرده بوده است رستم امامعلی. من چی گفتنیم برادران عزیز؟ نگاه بکنید که اینا یگان مشکلی را اولی در تاریخ مشکلی این مهاجرا را حل کردگی نیستن. اینا همه قمی میویان میروان با گفتی خود چون چیزی گفتیان نه که متاسفانه یگان کار بد کردگی نیستن. خب یک نوار دیگر است که میگذارم برادران عزیز نگاه بکنید که اینا نتونستن سر راهی همین مهاجرت بگیرن، نتونستن که یک جای کار بسازن، نتونستن که یگان نیکی برای همین مردمی مهاجری که ما در روسیه داریم برای همینا یگان کار نکردن. اگر نگاه بکنید که حکومت یگان شما با عمده که حکومت یگان کار میکنن، نه برادران عزیز. یک نوال میگذارم تماشا بکنید که مردم ما چخیل بازم بالای عمیق ظلم پنجی بگیم خوب هست. مردم بینه که چرا در عذاب نمیدونم این چیزا در دولت‌های نمیدونم پیشرفته دیگه بگیم که برادر عزیز باید که همه این چیزا الکترونی بشوند. برای چی الکترونی نیستن این چیزها؟ برای چی یک سایت الکترونی نمیکشویند در روسیه یا که در تاجیکستان که مردم ما بگیم میخوای نروان شب ساعت 4-5 شب سحر بگیم بروان و اچرت بستانه برای دکومنت کردن. دکومنت هم میکنه برادر عزیز، همتون خوب است، میره نمیدونم 10-12 هزار سومی پتن میتیه نکی بازم شما را بگیم که حقوقاتون پایمال میکنن. و همین خاطر باید ما مردم مخالفا و نمیدونم مهاجرا و همه همین نفرها باید به یک خلاصه بیاییم. اگر باور بکنه به یک خلاصه ما نمیاییم، باور بکنه که همین شما در اونجا میمونیم و ما در این سر. و همین خاطر باید ما کاری بکنیم که هر چیز زودتر بگیم که با همدیگر بپیوندیم، صحبت بکنیم. با یک نفر یگان کار کردن نمیشود. شما فکر نکنید که شما یک نفره، شما یک نفر با من در تماس ببرید، دیگر نفر بازم میبره با دیگر نفر، همونقدر دوره ما روز به روز زیاد چیده شده. و همین خاطر بنویسه انشاءالله. من او برنامه در کمی سخت‌تر گفتم که مردم بگیم که
دستگیری نمیکنن، باور بکنید مردم زیاد زنگ میزنن میگن برادر عزیز ما آماده ایم که یگان کار بکنیم. در من نفر از داخل در کره، تنها مردم مهاجر به من زنگ میزنن یا که مردمی که در اروپا هستند. در من نفرهای در کار که کسانی که در داخل هستند برادر عزیز، که لااقل بگیم که یک کار ما یک چیزی بخواهیم بکنیم، مثال رحمانوف استعفا، مثال نمیدونم 500 پلوس به پیش، نمیدونم یک شعار باید نوشته بشه و هر کس باید برندهای خودش داشته باشه. اگر بگیم که گروه 24 میخواه یگان کار بکنه باید که برندی خودش داشته باشه. اگر بگیم اصلاح میخواه که یگان کار بکنه باید همون هم برندهای خودش داشته باشه. من میخوام که مثال به شعار منم یگان نفر یگان استعفا رحمانوف 500 پلوس مثال بنویسه. به همین خاطر برادر عزیز به طرف نباشه، ما را دستگیری بکنه. کسانی که میخوای صحبت بکنه وارد استودیو بشه، بگیم که بیای صحبت بکنیم. خب بیا که برادر قبول بکنیم. خب عثمان، خب عثمان سلام علیکم. سلام علیکم عثمان، بفرما. عثمان صدات نیست. خب برادر عزیز اگر بگیم که صدای همین انسان باشه یا که من نفهممش، همین چیزا میتونه که نوشته بکنه. عثمان بفرمایید. سلام علیکم. خب سلام علیکم الماس. و علیکم السلام. بله بفرما. شما با فکر که من دیگه جا تماشا دارم، من صدای شما رو شنیدم. شما میتونه که اون چیزی که هست تلویزیون است، نمیدونم تلفن های اون چیز شما بکشه در استریم قطعی من صحبت بکنید. بعد که برو اومده ما بگیم که نوار شما خودتون تماشا میکنید. بله بفرما برادر. این برادر با فکر که خب نوار تماشا بکنه که مردم دارن چخه در بگیم صخره و ایجا چخه مردم بگیم این مرده که نگاه کن راست، این مرده که نگاه کنه این امغولی بگیم که پدرها و باباهای ما هست. امروز ناموسای ما در گیجان مردکمون یک طرف، امروز زنها در مهاجرتن، میرون خانه نمیدونم یک روسه یک کسی دیگر را بگیم که زنی تاجیک میروه کار میکنه. ما میبریم در سینه میزنیم که ما مسلمانیم، ما بگیم که از زن خواهرای خودمون حمایت میکنیم. متاسفانه صاحبیشان کردن نتونسته شدیم. خواهر مسلمان باشه و значит خواهر ما اخته یا که اپا و ما اخته. ما باید عمومی باید بگیم، هر کس نباید ای خانه خودش بگه. من میدونم زیاد نفرایی که خانه هاشون خوبن، زن کودکاشون بگیم که یگان چی نیست. به همین خاطر برادر عزیز فراموش نکنید. خب اینجا عثمان همه بفیرم که اینترنت ضعیفه. من خواهش میکنم که برادر عزیز به طرف نباشه. ما را تای 200 نفر دارن تماشا میکنن، لایکاتون رو بگذاره، بگیم که وارد استودیو باشین صحبت بکنین. برادر عزیز نگاه بکنین که
امروز ما مخالفین چی کار داریم؟ وقت در گیجا صرف داریم یا که مهاجرین باید چی کار بکنن؟ یا برادرای عزیز یک صحبت بکنیم سر یک مسئله، بیایم باید ما یک کاری بکنیم که به فایده همین جامعه تاجیک یگان کار بکنیم. غیر این صورت باور بکنید برادرای عزیز، نگاه بکنید که روز ساعتش میآید، من برنامه‌های خدمت کشیدگی تیارم، من تا همون روزی که در کاریه مبارزه میبرم برادرای عزیز، بینم که مردم دستگیری داره دلش میرم با میگم که من نئی برنامه را دارم. اگر ببینیم که همو نشید بگیم که برادرای عزیز دیگر ما مجبور میشیم که دیگر بریم ای پس زندگیمون، ای پس کارمون باید بریم. وقتی که مردم قبولم نداره من برای چی وقتی خدمت صرف بکنم که در این وقت من میتونم که یگان کار بکنم؟ همین خاطر خواهش میکنیم که اگر کسانی که میخواهی که یگان دیگرگونی در تاجیکستان باشه، یگان بگیم که یگان چیز باشه، دستگیری بکنیم. اگر نه ما یک مدت گفتگی هم انشالله که نزدیک اومدگی دیگه بگیم که ما پس کارمون میریم. همین خاطر به طرف نباشه برادر عزیز، ما را دستگیری بکنیم. ما میگه با پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان افتخاری ماست. میگم قند تبزن، یعنی آدمی که همین نوشته است قند تبزن میشوه کو به یگون داشتن به یگون تحقیر نوشته بکنید. امروز مردم ما متاسفانه تماشابینند تنها. شما لااقل یک پست بنویسید برادر عزیز، ما 200 نفر تماشا داره، ما بگیم که 60 دانه لایک نداریم، بگیم که مردم دارن می نویسن برای پیشواشون، اگر مشکلی نیست. شما بنویسید بدش نمره تحقیق، نه که متاسفانه نگاه میکنی که بعد یکی بگیم که سر میکنه. من اینجا چی گفتنیم درباره بابیمون ریشه قپیدگی؟ ساعت 5 صبح برای چی مرده که چی وادار کرده است که میره در روسیه، بگیم ساعت 5 سال برای حجتاش درست کردن میره و میسته. این مرده که کلون باید ما کم ترک جوانا هشار باشیم، باید بگیم که یک کاری بکنیم که بگیم که نخی پدرامون، مادرامون، برادرامون نیایم بر روسیه مهاجرت. ما نه چیزا میخوایم، اگرم دیگر نه. باور بکنید اگر همین خیر رفتن میگیره دیگه باور کنید که تمی چند مبارزی که دیگر هست، بگیم که بختون برنامه داره هر کس. من نمیدونم دیگر انسان ها چند قایی میخوان مبارزه ببرن که بعد برون. من ببینم که همون وقت موندگیم که من همین آدم پیدا بکنم. در من پدپیشی در کار نیست، به خدا برای پدپیشی برای خیب قپیدن نیست. امروز متاسفانه برای خیب مردم چون کارها دارن که یک کس بگیم توجه بکنه به اونها. من برای خیب نیست برادر عزیز، از برای خدا برای ملتم خواستم، برای اونمون نفرایی که امروز در زندان بیگناه هم، برای همین نفرها خلاص دیگر یگان چیز دیگر نه. ببینم که مردم دارن مبارزه برن برادر عزیز. 2 سال بشه که گفته شدن، من اگر 2 سال باور بکنید، من اگر 2 سال باور بکنید، اگر من 2 سال کو چخیلی از رحمان فدارم بگم مینوساش میگم تنقید چی میکنم، من اگر 2 سال اگر رحمان فزارا میکردم ممکن هم برادر ما آزاد میکرد از زندان. باور بکنید من میگم که ما همه مردم آزاد باشیم. من برای خودم باشم، من رحم میام ان شاء الله که میرم آزاد بشم میگردم، نه که من برای عمومی خواسته شدم. وقتی که ببینم که مردم همین غلامی قبول کرده دیگه توکلتون به خدا، به خدا. بعد وقتی که میگم که من برادرای عزیز بگیم که من میرم دیگه پس زندگی میشم، بگیم که میرم قفای کار بار میشم دیگه، بگیم که در میدان مبارزه دیگه بگیم نمیبرم، زیاد نفرها بگیم که زیق میشم. من میدونم که برادر نورالدین رضایی رفت خیلی بگیم مردم زیق بودن ای صدای مردم، یا که امروز ها مثال
نمیدونم سبب‌ها در چیه که برادر از شروع هم برنامه‌اش کم شدگیان یا که دیگر مخالفین برادر خیلی محمد اقبال این باید معلوم است که بیمار است نمیتونه مثال شما تماشا بکنید که مردم دوران همین که دیلشون دیگه میمونن و میرون باور بکنید روز ساعت وقتش میاد که زوره میکنه یک نفر نمیدونم خونش میخره نمیدونم ماشینش میتیند همه یعنی چیزهاش میخره اپاراتورش شما برای تنها صحبت بکنید باور بکنید دیگه همون خیلی انسان پیدا نمیکنه باور بکنید به همین خاطر برادرای عزیز باید که ما یگان کار بکنیم سرچه هم بشیم یک کاری بکنیم غیر این صورت به تنهایی نابود میشیم میریم ای پس زندگیمون بگیم که همیشه رحمانوف ولستوت کردن میگیره ما امروز متاسفانه من نمیخوام برای کارهای بگیم که داخلی حزب یا که گروه ها خیلی بگم دخالت بکنم مثال او کاری محمد اقبال است بر نمیدونم کبیری مثال زیاد انسان ها را میبینم میبرند خیب قپیده شدن برادرای عزیز این کاری بگیم که ما شما نیست من اگر اعضای حزب باشم حق دارم که مثال یک نفر یگان چی بگم وقتی که ما هیچ نیستیم نه اعضای نه طرفداریم نه یگان چی میبریم بگیم که خیب راست امروز مود شدگی یا که باید کبیری بگوی یا که باید بگیم که محمد اقبال بگوی همین چیزا را باید بگوی دیگه گپ نیست برادر عزیز رحمانوف در اوجا موندگی ما اینجا بگیم که چون چیکار کرده شده من نمیگم که محمد اقبال ناتوغوریه من نمیگم که کبیری ناتوغوریه برای که من در اوجا نیستم به همین خاطر باید ما یگان چی نگیم اون مردکا حق دارن میتونن که برن دبات بکنن میتونن که واقعا این شویش هر چی گفتن بگیرن نکی برای آدمایی که عادی هسته و مثل من در آدمی که در حزب حرکت نیسته چی در کاری که مثال میبره نمیدونم فیسبوک کفونده به خدا من همین روز خواستم در کدام موضوع صحبت بکنم باور بکنه یک موضوع پیدا نکردم ای دستای بگیم که همین خیب قپاره باور که فیسبوک میدروی تنها بگیم که شکایت کرده شدن از آدم اعضای همو حرکت باشه میتونه که عرض بکنه نه که در پوبلیک نه به همین خاطر برادرای عزیز به حکمش ما اعضا نیستیم اون محمد اقبال اعضا بگیم که حق داره این چیزا پوبلیک نمینه بگیم که پشتی پرده مینه به همین خاطر بگیم که باید ما کار نبگیریم ولی زیاد میبره هر چی میگه باور بکنه من میخواهم که و مثل لوکاشنکو باشم در بین همین انسان ها که همین چیزها نباشن در بین همین کبیری و محمد اقبال واقعا من میخواهم که لوکاشنکو باشم در بین همینا بیاید برادرای عزیز ننویسیم ما دیگر ضد همدیگر یگان مشکلی داریم بیاید بشینیم در یک جا بگیم صحبت بکنیم کارو حل بکنیم و بریم خلاص باور بکنید از طرف میبریم و را نصیحت میکنن شما میفهمید همین چیزا از طرف قلقه تاجیکی تازه نیست همون انسان برآمده این باید برای ما آدمایی که خیلی ترکو برای شما همین گپای ما از طرف روی تماشا بکنید یک قلق داره امروز تاجیکه میگه که این کار نکرد ای برادر عزیز ما این فرهنگ پایان رفته که یک قلق میوه تره نصیحت میکنه بخدا جای شرم واقعا به همین خاطر این کاری مردکی نیست برادر عزیز باید ما بگیم که نبرات متحد بشیم من با یگان نفر مشکلی ندارم نمیدونم که مردم چی مشکلی دارن که ما برنامه میکنیم وقت میگذرونیم دعوت میکنیم متاسفانه پیدا نمیشوند اگر بگیم که همین طرفتان میگیره برادرای عزیز ما هم بگیم که یک وقت داریم او خیلی یک ماه دیگه نیست
همین ایون تا آخرش که من جنبش میکنم ببینم که مردم دورا پدیش ببینم دیگه برنامه ما پیشنهاد میکنم. من اگر 10,000 نفر پیدا بکنم بگیم که دلشون میرم مبارزه میبرم. 10,000 آدم پیدا نشید برادرای عزیز دیگه بگیم که خداحافظی میکنیم میرم پس زندگیمون. که که مردم بیدار شد من در همون گپ ایستادگیم بگیم که همون وقت ساعتش بیاد من با همون مبارزم، من همون رژیم بعد میبینم من همون نفری هستم که در صف پیش با یکم میستم میرم دیگه بگیم پس کار و بار زندگی. به همین خاطر برادرای عزیز میگم که به طرف نباشه. زنگ بزنی رقمای واتساپ هست میتونه که طریق واتساپ با ما بپیونده یا که میتونه که برادرای عزیز طریق لینک با ما بپیونده. خب انشاءالله ما وطن دیگه خیلی میایم برادرای عزیز. یک کس نوشته است که بگیم الماس بسش که برای وطن ده دام بگی. نوشته است که تو شما نادرست میفهمید مردم ما بخدا. من گفته شدم که یک خلق تاجیک نصیحت داره من پس نزدم خلقه. اینجا یک کس برو آمده خلق ها را میگه خلق ها هم هموطنی ما. من یگان من فقط گفته شدم که ما گره نمیگیریم خودمون. ما هم تاجیکای خیلی هم کو در سینه میزنیم ما 7 زبان میدونیم نمیدونم گره نیم کو یک نفری که خلق ما را داره نصیحت میکنه کی کار نکنه او کار نکنه. درست هم میگه. زیاد مشاهده میشه که مردم دارن امروز بچون چیا مشغولانه برادرای عزیز. رحمانوف در تاجیکستان باور بکنید دشمن ما در تاجیکستان یگان کس مانعی مبارزه شدگی نیست. این نمیشورم باور بکنید. و همین خاطر برادرای عزیز باید بگیم که ما یک کاری بکنیم که در فرهنگ سیاسی تاجیک بگیم دشتنام اخارت بگیم که ما باید بین همدیگر ما یگان چی نگیم. یکی متاسفانه امروز میبینی کار و باری مردم باور که دل دیگه میمونه. همین آدم خوب. و سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. سوزی الماز بس میکنی کار برا؟ چیکار کنیم برادر عزیز؟ اینجا دعوت داره مردم همین تا آخر همین ماه مبارزه میبرم ببینم که مردم دستگیری میکنن داشتی برنامه پیشنهاد میکنن. ما مردم را غیر صورت برادر عزیز میریم دیگه پس زندگیمون. بله ما برادر چی گفتن مردم دولی همون ویدیو را نشون دادی همون با جای دکمنت کنی سخت والا و جا یک 700-800 آدم 700-800 آدم بگیم جمع شدگی همونجا بسیار برای همون دکمنت کنی بسیار برای که گویا که ای کوفیرت اجازت نپرسی و کار میکنی و بچه ای دا پستر آدم نمیشوه بخدا قسم. بچه او روسیه مثال بگیریم روسیه آینده خچه ساخته است در اوکراین جنگ کردیسته چی کردیسته مثال آینده خچه ساخته کردیسته او با ما با مسلمان با تاجیکستان و پیشه باید دخل نداره. مقصد اینجا ما باید اوجه اپریدیلی چه شویم مقصد ما آینده مولا میسوزیم یا همی غلامی قدی زندگی میکنیم. آخی دلشی بولشی کو دلشی بریم بدتر میشوه یگان خوب نمیشوه. اگر ما بگیم که با مثال یه خیلیش نمیدونم با امید فرزندوشون میگه فرزند با اویا میرسونه فرزندو میشالله گویا گفتی گپو عبود میکنه نمیکنه نخی
وقتی خودت یگون ازمینینی نکردی در زندگی چی بچه تی یگون با مجاهد میشه یگون مبارز میشه وقتی خودت مثال یا ترسونچک یا ریخشیدی با فرزند تی یگون چی نمیشه برای هم آواز ما اومده است برادر بله خوبه برای همه خمه گون که مقصد مردم جه روشون انتخاب کننده مقصد یو دلش همی غلامی در میمرن میرون یو که مثال یک بهبودی میکنن فهمیدی مثال به زندگیشون ده حالا همه که جوی را میبینی مثال مسلمان رو غلبه کردن چی کردن برای حرکت کردن فهمیدی ما مثال همو میدونیم که همو برای روسیه رفتن میمری کوفیر میمری ایتک با همو آدمو رفته استیان پچکا رفته استیان میگیم شون ای برادر بس کنین با رفته استیان برایم قابل چه کردن در کره ده مقصد میفورا چون مبرن کوفیر ببرن یا که مسلمان ببرن همیدی ولی ترا میگی بس میکنم خیلی مردم انتخاب شون کردن همه زندگی معقلشون مقصد نیستیدنی هم دولت نیستیده فرزندش میشه و دخترش میشه و همه خیلی غلوم شما بر غلوم تولد شدگین با یخلش میگی غلومی میگه نه من غلوم نیستم من کار میکنم میگی کار نکه برای توالت برای ارس توالت سوز نکه میگه ای غلومی نیسته من کار کردیستم میگه غلوم نیستم میگه شای و دمی غلومی های مسلمان یگون استوریا ده تاریخ ده برای کفیر توالت و رستوران سوز کردگی نیسته نکی کورا خدید بو میخیزه حدیث دلیل میوره اقرآن حدیث خدید تو مثال چی میکنه فهمیدی سود میکنه شریعت سود میکنه که ای گپ خبر دروغای مثال ما کور حلال میکنیم ای بچه خیلی کور میکنیم نمو همه تا بردیست نمو رسیده کشتیست یا نه بچه خیلی همه زندگی تون فورا اگر زندگی کردن گیریم بمرنه که ما خیلی زندگی داده روزی نیستیم ما دیگه مثل طرف چی میکنیم نگاه میکنیم زندگی را ما کور برده غلومی دا پدپیست سکر نمیکنیم ما مثل مبارزه میکنیم برای مقام رخ شونا بیوان انتخاب شونا بکنن مثل برای راه جان دادن در کره مول دادن در کره اختون میدونید برای مقام بشینی و ایمالی برا نمیروا برای مقام حرکت کردن در کره حالی که میره بگو تو همی اخیر ایون آگاو میزنی میره یا؟ تا آخر ایون انشاءالله که بگیم برنامه اون پیشنهاد میکنیم و مردم میگیم که برادرای عزیز ما اینقدر نفر دمو در کره که ما میتونیم در تاجیکستان یگان کار فعالیت بکنیم اگر ببینیم که همون نفر پیدا نیست هم بگیم که بس میکنیم میرم پس زندگیمون میشیم باید مردم همه غلامی کما کردن میگیرن این مردم میخواه همه خیلی زندگی کردن همه غلامی مقلشونه هم خیلی ویبر کردن همی زندگی را انتخاب کردن همی زندگی را برادر عزیز نگاه که همجا میگویی که برادر عزیز فکر نظراتون رو نویسه باور بکنین همجا رحمان فیان همون تعریف دارن من 300-400 نفر تماشا داره باور که همش رحمان فیان تعریف دارن یگان کس نمیگه که رحمانوف یک خائنه رحمانوف یک وطن فروش رحمانوف یک زندان یک مردم بیگناه زندان کرده این چیزا یک بگم یک شعار نمی نویسن تنها این مردی ما باور که تماشابین خلاص این مردی ما باید که همین حافظی باشه رقص سرود باشه همین خواهد ای مردم شما مسلمان شما این که برادرها را بردن زندانی کردن شما نگاه بکنید اینجا چند برادرای هست که تجهیز نی زندانن اینجا اصلا ژورنالیست ها که بردن 8 سال تا 18 سالی ترمشون کردن سهراب ظفر ببینید این بردن 30 سال مقصود بگم 17.5 سال برادر من 30 سال مرحله خود را کشتن بگیم که ایزد امان این که خدمت کرد امروز کو کیه میبره نام ایزد امان گپ میزنه یک نفر پیدا نمیشه که بگه که من شاگرد ایزد امانم قطعی ایزد امان بودم اینجا یک برادر یک چیز نوشته است نگاه بکنه که برادرای عزیز این هم که انسان ها را میبرن ترمه میکنن رخشانه حکیم میبرن صاحب 2 فرزند با 200 چند هزار سامان دیگه شب بگیم که
کنفیسکاسیای موشیستا کردن. مثال نگاه بکنید که ما تا با کی همین خیل مردم ما همین غلامی قبول کرده و رفتن میگیرن. ببینیم که مردم بگیم که همین زندگی قبول داره دیگه، توکل به خدا. ما هم بگیم که ای پس زندگی ما نشه شما غلامی تو قبول کردن بگیری. درست وقت جدا میکنی برای مردم، میخوایی که بیای صحبت بکنی، باور بکن دو سه نفری همین روز دیگه بودم یا که سه نفر شنوید تاش صداش ناومد بگیم که اینش مثال خودت برآمدی با همونم میگوی که بازم نمیشه خودت بگو که با خودت دعوای مسلمانی داری. بله خواهد مقصد خواهی کلیسی همی اداموزی وی برسونه کدگی هم چه خیلی شون میفوره زندگی کدن گیرن مقصد میفورشون همی رو دقتی ممالی بشوان قطی رسیه بشوان ای وی برسونه کدگی هم مقصد خشون مسلمون میگرونه که همی کفیر شیدگی هم درگ ندورن خواهی اکی دیگه اینجا در یک کس نویسته است که الماس شما مخالفان تا نبیرهاتون بردین اروپا چون میکنین سری مردم ویران کرده. یکی رم روست میگه آیا طرف من یکان آدم آوردم این گپ نیست، اگر من میتونستم می آوردم شو یکی متاسفانه به گپم نکردم. من یک دفعه اومدگیم یکان گپ نیست خیلی امینود به الماز همی آدمی گفتش میگه پا روست میگه یا خیلیش همی کو هفت پیش آوردگی همیجا ای خیام نمیشوه مثل دوای وغزال ایراپورت گفتی گپو بلیت بگیرم بروان تمام طرفی همسویا دولتوی همسویا همون نزدیکی بروان همون سبد رویان روست میگه خیلیش همی برادر عزیز این همون نفرهایی که پرابلم دارن ایسلی طرف میان نه که آیا طرف نفرها اصلا داشت مورا خیش تبوره خودمون گپی ما را نمیگیرن میگن که این با گفت که آیا طرف خوین شده بسه یا که شما یک گروه باوری ما را بسه آیا طرف دیگه تو گوش کن در کار نیست کی چیکار کرده کی چیکار نکرده است. الماس آیا طرف دیگه هر آدمی همین مسلمان خچ توجیک ای تو مسلمان میگه باید مبارزه کنه یا که امام علی قطع روزی ای یا که پروتیف شای فهمیدی برای پروتیف شدی مبارزه میکنی جونت خطی مولت خطی فهمیدی اکما فکر میکنم الله عالم نه که به این نزدیکی ها نمیشه و انقلاب برای که هیچ کار نمیکنه همین کلونو مثل کلونو همی حزبو همی ما خواهی بسیارش دستگیری نمیکنم ما مجاهدو را دستگیری میکنم بسیارش نمیکنن جنگ نمیکنن مجاهدو میکنن فقط مجاهدو که هستن نسام هم دیل مجاهدان اما میرن جانشون هم میتین در روی الله این مردم ما را برادر عزیز ما جنگ شروع نگفتیم. برادر عزیز میگن بیای صحبت بکنیم بیای سر یه مسئله بیایم که همین آینده 3-4 ساله اونا بکشیم نقشش که ما چیکار میکنیم مردم صحبت کنی نمیاد که جو جنگ برادر عزیز جنگ بگیم که دروغه که مردم تاجیک بخیزه یگان کار بکنن باور بکن ولی میگن که یگان کسبو بگه که یگان کار بکنیم دروغ میگه نه خطا فهم کنی نه ملت که میخیزیم جنگ منی شما گپ نمیزنی با این همدیگر تو تنها بگیم که خیلی آدم در ادرسی تاچ نمیکنه یگان چی خیلی چرز رمز میگن گپ صاحب شباد میگن میوه ما نمیتونیم که گپ راست بگیم. مثال من مشکلی اگر بته داشته باشم من نامی تره گرفته گپ زدن نمیتونیم. نه امی اگر بگم امی مسلمان آدم باید یک آبرو داشته باشه یا مثلا دولت داشته باشه باید بعدی که نشیروخی توکای هم میره امی پکلینی همه پکلینی میره و رسیه توکای رسیه میره رسیه اینجا یک کسی یک گپی زور گفته نوشته که الماس همین مخالفو ایش بسیار شرمنده که آدما دیلشون خنک شده آخی برادر عزیز من قطع راضیم. ما متاسفانه بعضی کارهای هست که بگیم که
باید همون کار کرده نشوه یا که گفته نشوه نه که میشوه. این ایروی چی دلالتی میکنه؟ برای که مخالفای تاجیک یک بگیم که صاحبی درست ندارن، همه بیرق خودش داره. یگان کس مثال خیلی اولی همون روز نامده که مردم ما همش اتحاد بشوانه، بگیم یک چیزی باشه که زیر یک پرچم بگیم هدف رحمانوف، مثال یک نفر مثال اینا من میخوام که همون کار را بکنم نه که هیچ کنه میگه من میخوام که برادر عزیز مخالفی ضد رحمانوفی اومد یا اروپا دست در نکنه این همجا دمیستی این همین کارا را میکنی نه کارا را نمیکنی، نه کارا را کردی تاجیکستان میرای نه کارا را نکردی دکمین میگیرید. اینجا ما نداریم میخلکی نفره که بگیم مردم مخالف سرجم بکنه و یک کاری بکنی. ما تنها گروه خلای فلان انسان خلای تو که خودت نمی‌کنی دعوای مسلمانی مثال داری. و همین خاطر ما تا وقتی که مخالفا یک نفر بگیم در همین راه گوش نمیکنیم که ما رحمان فتپا کردن نمیتونیم. همین یک گپ زنم گوش که مرا الماس من یک گپ بگم یگون نصرانی و یگون جهود برای اسلام یاردم کردگی نمیکنه. برای همه مبارزه کو هجرت میکردگی دارد کفر با ایمو هجرت کردن دارد مسلمانی همشون برای افغانستان کدوم مبارزه خو مسافدو که نمیتونن نکنن. کسی همین بچه افغانستانی خودت نگاه کن، هم افغانستان ما را پناه بتیرانگی همیجا ما را حساب نتیه. هم افغانستان باید که من شما را یک جا تو میتیم خونه ما میایم همونجا یکون سومی که بگیم بخریم زندگی بکنیم یک کار میکنن همه را میکنن همونجا برادر عزیز من همون مردم من ندونم که مردم تا همین مردم ما یک قدم پیش نروه کو این مردم دلش موندگیه. تو این مردم این مخالفو یک نفر مرا گوش کن برادر عزیز تو یا مخالفی ما همین اروپا نروه افغانستان ازبکستان قرقیزستان این همین خیتوی اگر نروه کو این مردم ما دیگه دوباره این مردم ما را کو قینای بیدار کردن برای که این مردم دلش موندگیه. برای که من اینجا قطعی خودت رازبار میکنم ما دو کس برادریم نه که این مو به اون سنگ میزنیم یا آدم ای طرف نگاه میکنه چی میگه میگه دو نفر بگیم که چون چیکار کرده رحمانوف در اونجا موندگی ما بین خودمون زده شده. و همین خاطر تو بیا راه بیا من آمادم پگه بخیزم برم افغانستان یگان مشکلی نیست همون راه نیست مشکلی نیست مشکلی نیست رفتن به خدا بنویس ما راهنمایی میکنیم به اوزی کو اوزی امام علی بزرگ امام علی اگر بترسه که به خیلی باجواکی هیچ کنه میره اوزی میره دبی میپره دبی میره ای دبی سمالو دستور میشه پریمو میره افغانستان یگون آدم یگون که چیز نمیگه قانونی شیدگی کول این خیلی نیست که مثال چی بگم خیلی قچوقی نمیره داکومنتال میپره میره ولی همین پروپاگاندا همین تلویزیون همین توجیستون افغانستان هم خیلی چی کردگی ده مثل در بین خلق همین چی میخواد که همین و گشنان جنگ زدن آدم خران آدم فروشن آدم مشنو کودکوشن همه دروغه. دقیقاً همینجا یک آدم من ذهنش به قپم همینجا نمیشه که الماس میگه اگر تروی من تو مردک بشه کسی هستی در واتساپ زنگ بزن نوم و فامیلیا تا بگو من میام بعد بگو ببینم فلان انسان گفتگی بود که الماس نمیاد گفتم ایس پس خرت بگم مثلا اگر نوم شعر باشه شعری خرت بگم یگون مشکلی نیست با خدا بالو رفتن مشکلی هست برادری عزیز راه پیدا که من ایفیر من نوکشته این انت ایفیر کرده تا همون افغانستان میرم من هم خیلی مردکم برادری عزیز نیستم خیلی افسر اختم میقپاند خیلی دل خوب نیست مثال کم تر زیرک شدن در کلای مثال اول واتساپ دب نویس ما راه هوی چی میکنه میگم میزنی میره افغانستان پریموی فیلم میکنیم بچه افغانو که گوش که مرایسه افغانو مودای خیردم گوش که مرا افغانو مودای خیردم کدگی ان کودای تاریخ به خدا قسم هیچ که خیلی مودا در تاجیکستان در کود افغانستان بسیار ترن تاجیک
ай Тоҷикистон да дар Афғонистон бисёранд тоҷикое ки мисол шеринаранд, панҷшериҳо ҳамашон шеринаранд. Абачаи қалиғи узбак омадианд правительствора гирифтагия худшона тоҷик мегӯянд ё монголанд ё тоҷик нестанд. Абача ҳаматонро ғалом кардагианд. Куба кадан то карам як кас дига нависааст ки Шарофиддин Гадоев рафт ку акай Абдухалил Восиев. Бародари азиз, медоне ки имрӯз мардам гиҷоҳо рафта содиянд. Мерай миёй не ки иҷозатат наметия ки биёй бигем ки дар уҷа зиндагӣ бикунӣ. Зиёд нафарҳо гиҷоҳо рафта содиянд. Ман медонам ки мардамон то гиҷоҳоро рафтанд. Узбекистон мераванд, Қирғизистон мераванд мардам, Дубай мераванд. Гарени нигоҳ мекунанд пропагандаи мара гӯш ки пропагандаи Тоҷикистона гӯш накунед. Ҳама хахшро нигоҳ мекунанд, муҳоҷироро бо дар кор шава ай Европа хушрӯтар нигоҳ мекунанд. Бовар ки Аллоҳ додагиаи давлата бача шӯхӣ карди хади Афғонистон вес натара ракмон вес Советский Союз ракмон. И Тоҷикистон ғаломо ану да правительство ғаломо мара хар мекунад ки ами тоҷико бо мо кияй ами муғулай Эмомалӣ барои мо кор мекунанд. Мисол хай ки ами Беҳрӯз Қаландаров ами камтара қаламта дарст баки ки қаламта дар гиҷоят вай менам хеле одам воре бинависе. Ман шуморо ягон чӣ гуфтагӣ нестам. Мебурои ҷа бигем ки туйтонро нақл мекунед. Ин огоҳие. Мардак бишед. Ман ягон тайми шуморо амҷода ягон чӣ гуфтам, шумо Аврупо баромада наметунед. Ман мебурам як калидор дар коре. Анон калидор неста ки ман бибурам. Мебурои ҷа туй нақл мекунед. Мебурои меқапанед. ҳамин одамон бирмада ягон ча қапиданд. ҳамин Шарофиддин Гадоев бурдан, Рахмонов худаш авсу билет гирифт роиш кард. шумо мағзи тарҳу зиёду чени мирғай, чени мирғ ақл доред. Я хел тоҷико ку мисол ҳамин Тоҷикистон метавонанд бираванд Афғонистон. ҳамин дрини Тоҷикистон метавонанд бигузаранд бираванд. Абача рапа ҳама ҳуяй. Ба худо барои тоҷик ози ку кор бигӯй ки Китай рафтагиянд, худи Америка мераванд барои дусуми аму кофиро кор мекунанд медаванд. Барои дин ку ба худо я ҳаракат кунӣ пули раҳай. Просто амуда ами бисёр одамон бисёри гап рости гапа бигӯм ай дин дур шудагиам. Ҳамин барои мехоҳам. Тоқа чикор мекунӣ? Бародари азиз, нигаҳ бикунӣ ки мо агар як нафармон дар як ҷои ба марз наздик боша, фарқ надора Хитой, Узбекистон, Қирғизистон, ятамо агар мо мухолифо агар ятамо бирем, ҳамин мардими тоҷик ҳама безор ай Рахмонов. бовар бикунед мардум бата мепайванда ба ҳамон бели келманди лапоткаш ҳамин Рахмонов ай тарафа мекунад. бовар бикунед. Просто мо дар Аврупоем дистмон намераса ба Рахмонов. بدونه که چند فاصله این نمیشه ایجا با یوتیوب رحمانوف بگویی که استعفا رحمانوف برای و رحمانوف پیشش میره رحمانوف با جنگ اومدگی میخواد که با جنگ برای دیگه رحمانوف نمیره و همین خاطر باید ما بریم پیشتر بریم بگیم این ما اومدیم زدنیه بیو میزنیم تو نتونستی تو میگن استعفا بده قانونی بره همین گفتم دگه دادنت ما مخالفو نمیدونم همه کار کردن نسبت تو بگه گوش نمیکنی جنگ میفوره میزنیم تمام و همین خاطر میخوایم که مردم سرجم باشه یک کار بکنی جنگ میکنی خواهی نخواهی کو از کی الماس خواهی نخواهی جنگ میکنی برای می سوریه را بی زدن جنگ کردن بعد گرفتن دولتاش امی افغانستان هم زدن بعد گرفتن تاجیکستان هم میزنی میگیری خیال نکنن تاجیکو که استون گرفتن تاجیکستان هم آرمیا دوره تاجیکستان هم مثال تکنیکا دوره تاجیکستان با طرفدارش روسیه بدگی خواهی نخواهی بدگی استون نیست نکی میشپی او میشپی اگر نشپی خیلی با هم غلو میشه اما شما اگر غلومی بروز در اسلام غلومی نیست ما باید غلوم ما غلومی اللهیم فقط ما غلومی انسان نمیتونیم شیده
برای ما روسیه را با امید روسیه نشیم، برای روسیه همتون رو گم میکنه، برای که هم ترامپ قصر کرده است که بو میکنه، برای که برای چی؟ برای که او اویندهش سوخته است. مقصد او میفروشه که زمینی خشن برگرده مثل ویس بچکنه، مثل شپیده است. او برای ما اوت جنگ نکرده است. بخدا شما رفتیستین برای ویرو کور کردیستی بچه بس کنین، اقلا یکون تا جنگ نمیکنین، برین طرفوی مسلمانو، برین طرفوی که مسلمان زندگی میکنه اوجا برین، اوجا کور کنین. بخدا برای که امی تو چخیل امی کوفی رو میخندنده با میگن این توجیکو مو دا کور میکنن، برین مسلمانو دا کور کنین، طرف سعودی برین، طرفای دوبای برین، یو که جنگ نکنین اگر نمیفورتون میسول، برین طرفای مسلمانو برین میسول. بعد نشید امی امریکا هم کوفیرانه که اوجا با سوم بسیار میتیم با کم تا قدر دوری سیر اونو نک چند خانه کنی که امی دگجوی بوشی نبوشی میسول سیر اونو وطن دیگر ای با میسول وطن اختبای دو بود کنیست مایل خواهی بو بوی مال خدا کی نگهبانت. بو یکون کسی که دروی گوزنه. خوب سلام علیکم. انشالله این مردم موزی در فیسبوک فعال شدگیان. باور بکه هم ما بگیم که کبیری گفته گشتیان همه. بچه کبیری سری راهی ما نیست. بخدا مردم روزی چقدر که در یکم در یوتیوب مردم زیاد بود، امروز روزی مردم همه در فیسبوک شدگیه. من نمیدونم می نویسن اینش بوایش. برادر عزیز ما باید سر یک مسئله بیایم، باید چیکار بکنیم. خیلی کبیری نتونیش بیایم ما پیش بدرویم موقعی بعد ما کبیری محفل نبوده است، بیایم ما بریم بکنیم نشون بدیم کبیری که ما تونستیم. وقتی که ما خودمون نمیتونیم بعد بونامون کی میشه؟ محمد اقبال، کبیری، اشورف، نمیدونم دیگرش. به همین خاطر باید آدم خودش بگه که من خودم یگان کار میکنم. به همین خاطر برادر عزیز باید یگان نفر بگیم که سیاه سفید نکرد. اگر مبارزه میبریم بیاید سرجم بشیم، یک جای بشیم، بریم مبارزه ببریم. غیر این صورت باور بکنه ما دکو اینا میخواه امر میگذره. نخواه ما در یوتیوب برادر عزیز لایک مونه آبونا بشه بخدا امرت میگذره میروه. رحمانوف در اونجا بلست بدره اینا رستمک اومد امضا را گرفت دستی پدری سنیش مچه کرده برفت. 100% رستم پرزیدنت میشود 2027 نه. رحمانوف امروز میگه که من دیلم در میاد دیگه نمیتونم اتوماتیک رستم. میگن تو مردم بخیزه سری راه هیچ چیزا بگیرین یکان کار نمیکنی. بعد اگر رستم بیاد با گیریه را میگیره هم بینندگان که شما 10 سال شد مبارزه میبره یکان کار نکرده. برادر عزیز ما دعوت داریم که بیایید. همین مخالفان آدم ندارن، نفرهاشو باشن قدشو 10,000 و 15 20,000 و نمیدونم چند خیلی باشه که من برنامه اونا نمیدونم که چند خیلی آدم اونا میخوان که برای من بعد انقلاب بکنم. من 10,000 نفر میگم بیا یک جا بشیم باور بکنیم ما میریم چپا میکنیم رحمانوفا 10 میلیون نه 10,000 10 میلیون نخیزه باش در خونهشون بشینن. متاسفانه امروز یک از زنگ نمیزنه نمینویسه. به همین خاطر برادرای عزیز میگم که بی‌طرف نباشه. اگر میخوای بی‌طرفی اختیار داره بگه من برنامه من تا آخر همین ماه 3 برنامه دیگه میکنم 4 برنامه دیگه میکنم دیگه بگیم که ببینیم که مردم همین خیلی ما 400 چند نفر داره ما رو تماشا میکنن. باور بکنه ای 400 نفر ما 100 دانه لایک نداریم. همین گواهی میتیه که همین مردم ما رو من نمیخواه. значит من محقل نیستم، برنامه من محقل نیستم. این غلامی خوبه مرحمت تو 400 نفر تا 100 دانه لایک نگیری. مثال اینجا کامنت نمی نویسن، کامنت یخ کردگی همه پروسه تماشابینه. من برادرای عزیز زیاد نمیخوام امروز صحبت بکنم برای که امروز روز یک شنبه است. روزی بگیم این روز باید من برآمد نمیکنم دینه میکردم لیکن دینه بگیم که برادرای 24 برآمد داشتن بعد
بازم سلیم جان بود برنامه 60 دقیقه دیگه بگم که امروز خالی بود. اگر من دیروز میکردم این روز خالی بود، نه که دینا بعد 3 کانال یوتیوبی بگم پرمو افیر داشت. همین خاطر من امروز تصمیم گرفتم که روز یکشنبه بکنم، برای که برادر محمد اقبال نیست، امروز روز همون انسان بود. و همین خاطر من امروز برنامه را گذاشتم که 1-2 ساعت با مردم بشینیم صحبت بکنیم. متاسفانه 3 نفر در اومد صحبت کردیم، همین خاطر خلاص تا وقتی ما تا خاموش نمیدونم مردم واقعا همین. من خواهش میکنم یه بار همین فکر نظراتون هم نیست، شما همین رژیم قبول داره، یه بار همین چیزا بنویسه که قبول داره و که نه ننویس، پلوس مینوس کنه، پلوسش قبوله مینوسش قبول نیست. لااقل این همین کار کنه تو ما بفهمیم که همین ریاکسیای مردم چه خیلی یگان کار نمیدونم ششتگیان مردم تنها تماشابین خلاص دیگه یگان چیز دیگر نه. خب برادران گرامی قدر نگاه میکنیم که یگان نفرم نیست که برای صحبت بکنه دیگه، بار که مجبوریم که خداحافظی بکنیم. اگر مردم پیدا بشن 10 دقیقه دیگر میمونیم اینجا، بعد بگیم که خداحافظی میکنیم. همینجا یک برادر همین کامنت های من میگه با مردم رسون. برادر عزیز همین من همین چیزا کدام کامنتاریات در گیجو نوشتی، فقط چند بار شد که میبینم همین گپا گفته است. اینجا با یک برادر نوشته که 24/7 ما تیوریم انقلاب میکنیم. برادر عزیز رقمای تلفن در بگوش اشتراکه زنگ بزنه انشالله که سر یک مسئله میاییم. غیر این صورت ما وقتی از صحبت نداشته باشیم، ما وقتی امرهامون رو نشناسیم چه خیلی میره.
یگان کار میکنی. به همین خاطر صدات نیست. صدا خوبه کو. خب برادران گرامی قدر، وقت زیاد نمیگیریم. من امروز میخواستم که یک با مردم یک صحبت خوب بکنیم که متاسفانه مردم هم نیست، یا که بر وقتی بعد سر کردیم، یا که بگیم که مردم خوان، یا که چی گپی هست. خب نگاه کنید که یک قسم است که جا مردم میدونه که بی‌فایده صحبت کردن. برادر عزیز نگاه بکنید که اگر همین صحبت ها نمیشدن، من خودت در اینجا بگم که من گپ نمیزدم و خودت کمی نمیکردی. این همون گپزنی ها بود که تاثیر همون گپزنی ها بود که امروز من خودت بگم میپیوندیم. گپ زدن فایده داره، نه که باید ما سرجم بشیم. مردم قریب 100% همه میدونن که در تاجیکستان چی گپه. باور بکن رحمان تویش نقل کرده گیم. باور که من شرم میکنم که یگان گپی هم میگم که گپی یک نفری دیگه. باور بکنید. به همین خاطر بیایید سر یک مسئله بیاییم دیگه بگیم که بریم رحمان یک طرفه کنیم. اگر نمیخواهیم من زندگیم خوبه، میرم دیگه ای پس زندگیم توکلتون به خدا. باور بکنید روز ساعتش میاد زوره میکنه، نفر پیدا میکنه، مبلغ گذاری میکنه که بیای همینطوری برنامه‌های رنگین همینا بکنه، همین خیلی نفر پیدا نمیشه دیگه. باور بکنید مردم دارن دیگه میروند خفای زندگیشون. برادر عزیز شما دیده است که در حکومت ما چه خیلی ظلم رفته شده. ما همه چیزا موندگیم، میخزیم اینو باوایمون تصبح گریبون. این کار درست نیست. میگو ما را یک خلق یا استانایف داره نصیحت مون میکنه که این کار نکنه و کار نکنه. این برای آدمی میفهمیدگی ناموس میدونی چیه؟ شما کو نمیدونم مردم ما زیادش ناموس عیده دادگی نمیدونه که ناموس چیه. ناموس شرط است که بیان یگان کار بکنند. صدا نیست، صدا خوب. خب برادران گرامی قدر، وقت طولانی نمیگیرم، وقتی شما رو هم نمیگیرم. باور بکنید ما ان شاء الله که یک چند برنامه دیگر میکنیم. اگر همین طور برنامه‌های ما رفتن بگیرن دیگه باور که خداحافظی میکنیم. برای که برادرای عزیز نگاه بکنید که نه بیننده درست داریم. باور بکنید 400 چند کسی. برای چی برادرای عزیز ما نتونستیم 100 دانه لایک دادیم؟ نمیگم که 100 دانه بگذاره برادرای عزیز لایکاتون به طرف نباشه. غیر این صورت باور که هم خیلی میره. خب برادران گرامی قدر، خیلی تا برنامه‌های دیگر نه، تا برنامه‌های دیگر خدا نگهبانتون.